چطوری تغییر کردی قدرت باور به خود؟ زمانی که 90 روز مونده بود تا کنکور، از صفر شروع کردم به کنکور خوندن. چیزی که منو توی مسیر نگه داشت در کنار حرفای بقیه باور به خودم بود. زمانی که تصمیم گرفتم 25 کیلو اضافه وزنو برای همیشه دست بدم، چیزی که منو توی مسیر رژیم و ورزش نگه داشت باور به خودم. وقتی به جای اینکه دنبال تایید بیرونی باشم به تایید درونی و باور به خودم رسیدم، تونستم یه پانیز بهتر و یه پانیز جدیدتر بسازم. هیچکس اشکایی که میریختم رو ندید، استرسایی که میکشیدم رو درک نمیکرد، ولی در آخر سربلند از نبرد با بدترین ورژنم اومدم بیرون. دوست من، تغییر دنیای بیرونت با تغییر باور درونت رقم میخوره. هیچ احساسی این شروع کردم منم، چند وقت دیگه لب نزدم، تازه فهمیدم چندم منم، کیش دادم مفقورا رو از منطقم.